وصیت 33 مرد بهشتی. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی اعرابی نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: مرا بر عمل دلالت نما که چون آن را انجام دادم داخل بهشت شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خدا را عبادت نما و بر او هیچ شریک نیار. نماز فریضه را برپا نما، زکات فرض شده را ادا نما و روزه ماه رمضان را ادا بکن. اعرابی گفت: قسم به ذاتی که جان من در ید اوست، بر اینها نه زیاد می کنم و نه کم می نمایم. و بازگشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی دوست دارد که مردی بهشتی را بیند، به این شخص نظر کند. روایت بخاری و مسلم.